ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قبل از هر چیز زایه اصفا و رحلت این برادر عزیزمان را خدمت یکایک نمازگزاران محترم، جوانان و نوجوانان عزیز، ریش سفیدان محترم و دوستانی که با الفت و محبت و صفا و صمیمیت از جاهای دور و نزدیک لطف فرمودند، قدم رنجه فرمودند، مرگ و میر این برادر عزیز را خدمت یکایک عزیزان و سروران و بالاخص خدمت اهل و عیالشان را تسلیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم که خدای عزوجل این خلعه خالی را با لطف و انعام و احسان خویش پر بفرماید. هر چیزی که باید و شاید گفته بشد در مسجد ایراد سخن شد. وقت خیلی کم هست، فقط دوستانی که صف بستگی هستند دو اشاره دارند. عزیزان سرورانی که در این مرگ و میر صف بستند از دو حال خالی نیستند. یک، خالی از جوان و نوجوان نیست. دو، ریش سفید. فقط دو قشر اینجا حضور دارند، جوان و نوجوان و ریش سفید. خطاب اول من به جوان است. ثمره قبل از اینکه پخته بشد، تعقل بکنه چی میگویم، ثمره قبل از اینکه پخته بشد، آراسته و آماده بشد، دچار آفات و مصایب و بلیات و ضرر و زیان میشد. پیش از اینکه بالاخره سیب پخته بشد، انار و انجیر پخته بشد، توت پخته بشد، آفات و مصایب و بلیات ایشان را منهدم میکنند، بیشترشان نابود میشن. جوان قبل از اینکه به جوانی و نوجوان قبل از اینکه به نوجوانی برسد دچار آفات و ضرر و بلیات میشد. امروزه در 7 کره زمین در اقصا نقاط دنیا نگاه بکنید، هر جایی که عزیزان دیل اونجا بالاخره بند اعدام به گردن انسانیت و بشریت گذاشته می شود، جز جوان و نوجوان کسی دیگر نیست. تمام زندانهای روی دنیا را شما نگاه بکنید، هر جایی که بالاخره تحقیق می شود بیشتر کسانی که اهل زندان هستند جوان و نوجوان هستند. هر جایی که آتش افروخته می شود و سلاح‌های ثقیله و خفیفه پیشانی و سینه های اونها را بالاخره هدف قرار می دهد، جز جوان و نوجوان کسی دیگر نیست. و بیشتر انسانیت و بشریتی که از خانه های خیش جلاوطن می شوند، جز جوان و نوجوان کسی دیگر نیست. بیشتر جوانان و نوجوانان بالاخره روی روسیه هستند، روی سیبیر هستند، روی مسکو هستند. و بیشتر بالاخره افرادی که تابوت از خارج به کشور ما و به کشور مسلمین آورده می شود، همشون جوان و نوجوان است. ثمره قبل از اینکه پخته بشد دچار آفات، بلیات، ضرر و زیان میشه. مثال زنده جلوی روی شما، این انسان عین جوانیش بود، عین جوانی، جیگر جوانیش بود، چقدر آرزو و ارمانها داشت، اما آفات و مصایب و بلیات دنیا بلعیدشان را. جوانان و نوجوانان، سخن من روی شما هست، آگاه باشید. از همه خطر شما دارید، اما اون زمانی که خطر شما را تهدید می کند، وقتی خطر کام شما ناگوار می شود، تلخ می شود، شیرینی کام شما در اون حد است که ایمان و عمل صالح داشته باشید. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. نگوی که 25 ساله میشم، 30 ساله میشم، 40 ساله و 50 ساله میشم، بعد طاعات و عبادات و بندگی و بردگی خدا را آغاز میکنم.
جوان 24 یا 25 ساله اجل در مقابلش سنگر گرفت و پیک اجل را لبیک گفت. الان چی چیزی به درد این میخورد؟ الی الذین آمنوا، ایمان و عمل صالح، چیزی دیگر نیست. وقت شما را دیگر نگیرم. رش سفیدان محترم، ثمره بعد از اینکه پخته شد، ثمره بعد از اینکه پخته شد به حال خش باقی میماند همیشه و جاوید؟ خیال است و جنون است و محال. میدونید چی گفتم؟ وقتی سه پخته شد، آلبالو، گلاس پخته شد، برای خوردن آماده شد، دیگر ادامه زندگی دارد که زندگیش ادامه بیابد؟ تمام است. اگر ذره بالاخره فرصت را تأخیر بدید، او را سر فرصت استفاده نکنید، پژمرده می شود، گند می شود، می پوسد، به زمین می رسد. وقتی که بالاخره سفیدی در سر و صورت انسان ظاهر و آشکار شد، به منزله این است که آفتاب به مغرب زمین رفت و سر کوه هدف گرفت، دیگر امکان برگشت نیست. تعقل بکن. هدف بالاخره پیر و جوان و نوجوان همین است. ریش سفیدم باید بالاخره همیشه مد نظرش مرگ و میر باشد. از کارهای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تلاوت قرآن عظیم شان که بهترین ذکر است. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اینا بهترین نعمتی هستند که پشیمانی ندارند. از این لحاظ چی جوان باشیم چی نوجوان چی ریش سفید، مرگ و میر را از یاد نبرید، ذکر خدا را از یاد نبرید که تیر از کمان برآمد دوباره بر نمیگردد. روح از کالبد انسان به گلوگاه رسید، از حلقوم بیرون شد، افسوس و پشیمانی دیگر به در نمیخورد. جنازه عزیزان دل 4 تکبیر دارد. بعد از تکبیر اولا ثنا برای میت، بعد از تکبیر دوم درود برای میت، بعد از تکبیر سوم دعا برای اسلام و مسلمین، بعد از تکبیر 4 سلام. حالا چیزی که به گردنش باقی مانده است، به گردن این برادر عزیز، کسی از این طلبگار است؟ حقوق الله هرچی داشت پرونده اعمالش بسته شد، فقط حقوق العباد مانده است. کسی طلبگار است، قرضی دارد، قرض گرفته است، طلبی دارد، بالاخره اینجا دوستان موجود هستند، با حضور شاهدین بالاخره بیرون بشید و چیزی که هست بالاخره حاضر هستند که قرض و قوالش را برای شما بپردازند. اگر قرضی نداری، خلاصه که اجازه بفرمایید که جنازش خوانده بشه. دارد کسی قرض فرض طلبگار کسی هست، معلوم میشه. مولوی صاحب بیا شما جنازش رو بخوان. حضرت بیا شما بخوان. بیا. اگرچه دوستان احسان کردند، اما جوانمردی عزیزان همین است. جوانمردی همین است. جنازه کردن، پیش امامتی کردن، این جای وظیفه یا افتخار نیست. متوجه؟ جوانمرد همین است که هم کیشش را هم عقیدهش را احترام داشته باشد، حرمت داشته باشد. برای جنازه نباید جنگ بشد، برای امامتی نباید جنگ بشد. انسانی که ایمان و عملی صالح داشته باشد باید